مثلا راجع به شخصیت کوروش کبیر، چیش برات تو تاریخ بیشتر از همه جذابه؟ صلح در جهان آغازگرش کوروش کبیر بود. کتیبه حقوق بشر اصلا نمایانگر همه چیزه. احترام به زن. احترام بزن تو تاریخ ایران انقدر ارج و قربش بالا بوده که یه مثالی بزنم. زمان هخامنشی‌ها دوران قاعدگی خانم‌ها، کارمندهاشون مرخصی با حقوق داشتن. زمان هخامنشی‌ها و حتی ارزاقی توزیع می‌شده بین کارگرها که اون ارزاق برای اون آدم‌ها، مثلا یک مادر که حامله است، اون فرق می‌کرد. برای ارتزاقشون 2 تا ارزاق بیشتر داشتن. مثلا ما داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم؟